سلام علیکم، یلدا مفاخری هستم و تو این ویدیو با هم میخوایم این سایه جذاب عروسکی رو یاد بگیریم. ببخشید که صدام گرفته، خیلی مریض شدم ولی گفتم این پست رو برای شما ضبط کنم و بذارم. مرسی که لایک میکنیم. از رنگ نود پلتم استفاده میکنم و یه براش فید بزرگ. اول پف پلکمو میگیرم، بعد سه گوش انتهای چشمم رو مواد میذارم و فیدش میکنم و بعد از یه رنگ گوشتی تیره تر استفاده میکنم و با براش کوچیکتر یه مثلث انتهای چشمم میذارم و شروع میکنم به فید کردن اون سایه و بعد یه کوچولو از رنگ تیره تر همون رنگ استفاده میکنم و شروع میکنم توی یک سوم انتهای چشم میذارم و فیدش میکنم. زیر چشمم دقیقاً از یه براش زبون گربه‌ای یا براش سایه گذاری استفاده میکنم و زیر چشمو به حالت صاف و بعد به حالت اوری میچسبم به سمت بالا. از اسپری فیکس کرکتر استفاده میکنم و شاینم پشت پلکم میزنم با یه براش فید و از هایلایتر رنگ روشنم برای جلو چشمم استفاده میکنم و از رنگ شاینم برای زیر چشمم. عدد 65 رو برای من توی کامنت بنویسین تا تمام محصولات رو براتون دایرکت بکنم. استوریا رو یادتون نره برای کلاسام با شماره های زیر با ما